مرد اینجوریه که قصه که داره حرف نمیزنه، میریزه تو خودش، کلی دغدغه و مسئولیت و سختی رو دوششه، ولی سعی میکنه به کسی نگه و به روی خودش نیاره. همیشه باید نشون بده که قویه، همیشه باید تکیه‌گاه باشه. مردان توقع دارن کسی واسهشون چیزی بخره، نه منتظرن کسی نازشونو بکشه. تو رو خدا اگه توی رابطه خوبی هستین و یه سری مشکل وسطه، وایسین درستش کنین. یکیتون یه جا کوتاه بیاین. به خدا این بیرون خبری نیست. سر یه چرت و پرت، سر یه مشکل الکی دستمو ول نکنین. به قرآن دیدم که میگم ولش میکنی تو این گرگ بازار، بعد از چند وقت دلتنگی میاد سراغت، ولی دیگه کار از کار گذشته و دیر شده. اون وقت تو میمونی یا یه خروار حسرت و خاطره. یه مرد فقط دوست داره ازش قدردانی بشه. اگه از مردی که تو زندگیته تشکر و قدردانی کنی به خاطر تلاشی که داره میکنه، سختی که داره تحمل میکنه تو این شرایط، مطمئن باش اون مرد کوه و واسط جابجا میکنه.